بیننده این ویدیو باید شجاعت، جسارت و کبد کلفتی داشته باشه. اخیرا متوجه شدم ماد فرام د کیو که بزرگترین ترس من تو مادهای ترسناک ماینکرافتیه و پر از جامپ اسکرای رنگ و وارنگه، یه آپدیت بزرگ دریافت کرده که توی اون ما الان یک مسیر داریم، مسیری که ما میتونیم در اون طی برگزار کردن یک مراسم مذهبی شیطان ناپاک رو احضار و از روی زمینمون پاک کنیم. این ماد حالا از همیشه خیلی خشن‌تر شده و دنیای ما رو داره آلوده میکنه. اما آیا این دو اسکل میتونن از پس این ماجرا بر بیان؟ راحت که بدید چیپس و پفکا رو وردارید و برای تجربه بهتر از هدفون استفاده کنید. اگر دوست داشتید چند روز سابسکرایب کنید که زودتر به 10,000 تایی برسیم. بچه‌ها دمتون گرم. تمام مادا رو نصب کرده بودم، حتی جکولیب هم نصب کرده بودم. بعد من فرام د فوگو نصب کردم. من فرام د فوگو چرا می‌خواستی بریزی بابا؟ نه کیف همین این منظورم اینه. فرام د کیو نصب نکرده بودی. ببین همه یه رب به اینجا. آها خوبه. این یکی از بدترین و چالشی ترین ویدیوهامونه. و کجا اسپانیم آقا لیمو؟ بگو به بچه‌ها. بگو اینجا کجاست؟ بگو. این ویدیو چیه؟ این ویدیو یک مادی هستش که توی کیو هاست. وای این رفت، من فکر کردم یکی اومد. آقا یه کتاب دستمونه. کتاب چرا منو آوردی تو کیو؟ خب داداش دست خالی؟ اصل این ویدیو اینه که تو کیو باید باشی. تو کیو یعنی نباشی یاروه نمیاد. چرا باید یارو بیاد؟ چرا ما دنبال یاروییم؟ چرا همیشه دنبال یه یاروییم؟ مرض داری. بس کن آقا صبر کنم، این کتاب دستته یا نه جدی؟ من کتاب دارم، آموس بوک. کتاب از طرف اموس اومده. امو خطی توکی نوشته که ویلیج رو پیدا بکن و کراس یعنی صلیب رو بگیر، برو توی ماینشافت ها و چی بیلی و جین رو پیدا کن. من حس میکنم ما یهو رفتیم سوم. ما مرحله سوم یهو. ولی بس این عکس‌ها رو نگاه، یه چیزایی تو ویلیجه مشتی. انقدر لولوها اومدن دنبالمون که این سری ما میخوایم بریم دنبالش. این دفعه ما قشنگ اومدیم تو خونه لولوها و جای خوبی هم آوردم. دست به چوبام نزن. اینجا من آهن دیدم. تیم ورک. خب من واسه خودم استیک درست میکنم و بعد چوب تو رو اینجا بر میدارم. دلقک مگه نگفتی الان رو تیم کامل میکنم؟ یعنی که ای پسر جیبت. ای پسر حواست باشه که داری چی میگی. اگه زیرش تسلیت برید بیرون. من که نمیذارم آخه اینا رو. دلقک تو فقط دارید ادیت منو طولانی تر میکنی و این حرفا. غلط کردی. آقا به ما که پورسانت ندادی. غلط کردی. برو اون راستی تا قبل از اینکه ویدیو شروع نشده بگم بچه‌ها میتونید از سایت و سرور ناینکرافت که لینکش توی دیسکریپشن هست ویدیو بگیرید. سرور بگیرید. شاید بخوام ویدیو بگیرن. خب برن تو سرور ویدیو بگیرن. نظرت چیه؟ با کد علی دامبل میتونید 99.9% تخفیف بگیرید. نه ولی خب کد من هستش. وای پسر دوست ندارم. لیمو این اینجا نبودا. من اول اومدم این اینجا نبود. صلیب پشت رو. داره حاجی بندری میره. کی داره بندری میره؟ صلیبه داره بندری میره. آقا میتونیم بکنیمش. به نظر بکنیمش. چوب مفتی علی. وای هر وقت اینجوری میگه علی 4 ستون بدنم هم میلرزه. نه آره چی شده ها؟ ببین گربت کاری کرده؟ از بیتو میترسن. خب ولی من از بیتو بودن. لایکو بزن سابش کن. لیموتی رو همین الان ساب کنید بچه‌ها. آقا من آمادم دیگه، تو رو میخوام ول کنم. من آهن دارم الان مشتی. الان من خیلی عضو با ارزشم. من الان آهن دارم اینجا پسر. خب میکشمت با آهن تو. الان من آهنای بالا سرت هم من دارم. و ببین منو ننداز. انصافا کار کن. شعور داشته باش و منو ننداز. یه بار که من نمیخوام واقعا بندازمش این دوره. شعور داشته باش و منو پایین ننداز. مرد باشی. کجاست؟ او دیدمش. عجب نور پردازی داره. ببین این کناره های یه دونه آهن اون پایین افتاده. چه بد. ببین پسر کرفتی اونو ببین بابا یه دونه آهنه. آقا نرو لیمو نرو جدی. یه 2 دقیقه واسا. انقدر جدا نشو.
من دستم میخوره به این نور این خاموش شد. من ترسیدم باورم نمیشه. بابا این سرم به کجا میخوره نمیتونم برم بالا بود. آقا بیا همینجا با هم دیگه پیش بچه‌ها یه قرار بزنیم جدی نترسیم اصلا. من که نمیترسم. من که نمیترسم. نمیترسی؟ سال دیدی بترسم؟ آره من سال دیدم. دیدی بترسم؟ آره من دیدم. اصلا من نمیترسم. غلط من میدونی کردی. از چی میترسم؟ از دورویی من میترسم. مشی تو از چی میترسی؟ من از این میترسم که بچه ها ویدیوهای خفن علی دامبل رو لایک نکنن. عجب کلام پر از منطق و شیوایی عرض کردی اوستا. من باورم نمیشه همین اول کار به دایمند میرسیم. گفتی دایمند بیشتر دیدی درسته؟ دیگه هیچی فرصتشو داشتی. نه داشتم لب بابا کسافت داشتم میرسیدم. اینو ببین ما دلقک زشت استان خودم میام بالا. بیا به یه خدا لحظه جدی تکون منو نخور. جدی تکون چه نخور. صحبت وایسا میخوام به جایزه بدم. بیا اینجا. آه اینو میخوای؟ دایمندو؟ آره. خب اگه اینو میخوای خب باید اینو بخوری. یه لحظه تیم یه نشدی. لحظه آقا این دوربینو اما بگیرید یه لحظه. سفر سیاست آقا اینا پاکسازی کردی شما اوستا. به به اوستا مینوازد. صدا اسپایدر که میاد. میخوش کرد در او سودای طغیان نیست. آخ لیمو کجایی؟ حتی گریه کردن کاری آسان نیست. اونو بزن من هلس ندارم. کی رو بزنم؟ اسپایدر دنبالم نیومد. غذای گوشت زامبی چیزی داری داداش؟ بله اوستا. اوکی ترسیدم اون صدات آهن رو دراب کردم. فقط یومورتا. فقط یومورتا. اونم روبیش. یومورتا چیه؟ تخم مرغ. به چه زبونی اون وقت؟ نمیدونم. یه چی از اونها اصلا یه چی تو گوشه ذهن دست اصلا کارایشی اصلا چرا استفاده میکنن ازش؟ آقا چه میدونم. چه بومبست بدی خوردیم. انقدر که من امروز فقط فیلینت پیدا کردم پسر. کدوم بری فیلینت هم شکست. من از تو دور شدم. تو هر جهتی رفتی من خلاف تو رفتم تا زندگی راحتی داشته باشم و در آرامش بتونم توی گیم چی هاشمی اومد تو راقت. ببین دو چش سفید تو تاریکی روشن شد یهو. عجب چیزی بود پسر این. میگن این لولوها اجنه همیشه سمت آدمای ترسو میره. دلقک غلط کردی. میخوای مدرک بیارم تو ویدیوهای قبلی مثل چی ترسیده بودی؟ مثل بنز؟ نه خیر غلط کردی. ایتاداکیماس. اینی که داری میگی یعنی چی الان دقیقا؟ نمیدونم. ژاپنیا قبل از خوردن غذا میگن خدا رو شکر یعنی بسم الله مثلا میگن. چه میدونم بابا آخه یه دین مذهبی دارن دیگه به هر حال. ندارن؟ شاید مثلا بگن آفرینش یا مثلا بگن این چیه میگن ستاره ها رو شکر. شخلارین حکایتی هیدر بعضتان کجا میگن ستاره رو؟ نمیدونم. کائنات همون بابا کائنات رو دارم میگم بابا. اصلا بعضتان چونه نمیدونم والا چه ربطی دارن به ولی به هر حال آقا بیا تا قبل از اینکه واقعا ایرانی‌ها سر سفرهشون واقعا باید بگن وضعتان چونه. هیچ چیزا جوابی نداریم واسه این موضوع. آقا بریم بالا دیگه. به نظرم من الان 20 تا آیرن دارم. تو هم احتمالاً یه 10-15 تایی داری درسته؟ من 12 تا کاپه. آره آفرین. خب داری دیگه حله. پس ما میریم بالا. خب اونجا رو یادته الان اومدی اینجا؟ آره با روبرومونه اینها. اون برو. من نمیدونم رندرم کم. اوکی. یاد اون میمه افتم تو اینستا زد. خیلی خوب بود آقا. برید ببینید اگه ندیدین بچه‌ها انصافا خیلی خوب بود. تا رفیق بودن داشتن نه اسکل نوب واقعا رندرم زیادش کم تغییر نکرد. رندر سرور کمه. بابا من دارم میبینمش اونجا. چجوری تو نمیبینی؟ چطوری من نمیبینم پس؟ نابینه 25 مگه میشه؟ یه استراکچر دیگه هم آقا این جلوه. الو بگو مارکو برای من چه آورده ای؟ برای شما چیزای خوب آوردم. خب چی آوردی دقیقاً؟ 40 تا لپیس. برو گم شو پایین. همینجا برو پایین.
حاجی آرمورای آهنی رو جدی بساز. نه جدی چیز خوب آوردن، جدی چیز خوب آوردن. واقعا؟ اینجا به روبرو. آره ببینم. بگو مارکو برای ما چه آوردی؟ مارکو برای ما از قسم چند تا لاگ داری مارکو جان. بشناسن مارکو دیگه تموم شد دورانش. مارکو ایس تحریم میشی. کلاچو ندیدی، کلاچو ندیدی داداش، کلاچو ندیدی، برو تعریف کن. بلش من از خودم یه دونه دمپایی درست میکنم و یه دونه کلاه. من آمادم. ذهنو ببین داداش، من چی ساختم واسه خودم، طرز فکر رو ببین چقدر فقیره. خب تو داشتی من نداشتم. داداش دایمندا رو چیکار کردی؟ منو کشتی دزدیدش. دلغک. راست میگی دایمندا دست منه، من خودم برشون داشتم. نه don't do it don't. بذار من غذاهامونم آماده کنم با قدرت هرچه تمامتر برویم. فردوسی 30 سال زحمت کشیدی که بگی don't do it، بگو مرا نمال. ای فرض همون تو بگو دیگه. وای بدو اینجا نیم قلبم یا اول فصل. حاجی میدونی چی دارم؟ پشمون. چرا تو اینونتوری چیز عجیب غریب باید پیدا کردم؟ تو گرانیت دارم. بیا. نه خدا دارم چی میبینم من دارم چی میبینم آقا؟ ما واقعا وضعمون خوب نیست. کمک. وضعمون چیونه آقا؟ یه چیزی دارم من اینجا میبینم، به نظر تو این چی میتونه باشه مارکو؟ من چیزی نمیبینم استاد. تو چی میبینی؟ من بامبوی دراز میبینم. بابا بیا اینجا دیگه، چشاتو وا کن دیگه. اونو دیدی علم غیب داری مگه؟ علم غیب. آقا منم میخوام بیام. دست درازشو ببین. بچه این همون استراکچر است. چیه؟ فکر کنم بدونم. تله نباشه توش. الو. نه فکر کنم بدونم این چیه. مشی بسر یه بده تو بردار. این چیه؟ چیه توش؟ چیزی باز شد. بذار نان خوش توشه. مشی نان خشک توشه پسر. چطور نتونستی ببینی؟ این ببینی؟ زیرو نگاه کن. بی اویر. اون دوست من که بلد نیست زبان بخونه ولی همیشه پیش قدم میشه. آقا منظورشو فهمیدم ولی بذار ببینم اینا چی گفتن این تو. اینا که بوک خالیه که. نه فقط همون بودن. همون بوک اصل کاری هم دست تو اومد. نه بده ببینم چی نوشته توش بابا. اونجا انداختمش بابا. بده ببینم چی ببینم. الان همشون اومد تو دستم. حالا خب اینجا نوشته که اگر تو پیدا کردی این کتاب رو آره اگه کتابو پیدا کردی بدرنگ فرار کن و او در کمینته. امیدوارم هیچ وقت سر راهش قرار نگیری. از شب برحذر باش، همیشه به سراغ تو میآید. باشه شمع رو هر چی فوت میکنم خاموش نمیشه. جنس ژاپنیه. شاید چون تو گیم هستیم داداش و این اتفاق نمیتونه بیفته. این پایین چی؟ برو جلو داداش. من آجی بالا رفت. چه خبره این پایین؟ الو پشت سرت اینو ببین. اینو حاجی what آقا نکن چندشه. حاجی ویلیجره دهنش. الو برم آزادش میشه کرد؟ نه what the hell. الو یعنی چی؟ بلاکه عمو جون. گوشت شد. what the hell. حاجی چرا آیرون کراس رسپی؟ آقا واسه ببینم. من اینو داره یادم میاد. لیمو حاجی چه موزیکی داره میگی. لیمو لپیزو تو ناجی مای لیموتی. اینو بخون. دیدی گفتم فایل داره. اینو بخون. حاجی من نمیدونستم با لپیز میشه. دیدی گفتم لپیز به درد میخوره. 4 تا آهن و یه دونه لپیز. علی یه لحظه بیا اینجوری که من وایسادم. علی میوزیک. علی اینجوری که من وایسادم نگاه صورت این بکنه. اوکی ببین دقیقا فیلیجری دیگه مثلا این سمتشو اسکول پلنج. خب چرا به من فوش میدی؟ من چی کارم میترسم. سیدی رو الان پا میشه حاجی. الان این پا میشه. بکنش الان پا میشه. یو آهنگای ماینکرافت همیشه اینجوری بودن. ببین فکر کنم این دیسک 13 باشه. بچه‌ها گفتن این تو خود ماینکرافت این دیسک هست به نظرم. باش تیپ این بلا سر تو برده.
آقا 12/9/2014 ما رفتیم پایین زمین توی ماین‌های قدیمی اموس همونی که اون کتاب اولیه رو بهمون داد و چیزی که ما اونجا پیدا کردیم یا مسیح و من هنوز دارم فکر میکنم که واقعا من اونجا چی دیدم باز روز بعدش. آقا میگه ما داریم سعی میکنیم که آقا حذف بکنیم ببینیم اونجا چی دیدیم و این حرفا و اون صلیب نمیدونم چیه. ما اینجا گیر افتادیم یه چیزی خوک‌ها رو تسخیر کرده. اگه 2 دقیقه این دلغک بذارم من بخونم. او فرار کرد و کراس نتونست، کار نکرد، هر جوری که بود اون خوک همه رو اون پایین کشت. داداش اون خوک قاتله. خوک؟ من اون خوک قاتله، بکشش. الو بکشش اونو. این الان زنده میشه. بکنش داداش، بکنش دیگه. چی میترسی؟ گوشتشو بخورم چی میشه؟ گوشتشو؟ خدافظ. میخورم. اینجا رو من میکنم. شیدر رو بچه همچنان ما شیدر فوتونیم ولی اینو لیموتی طراحی کرده، یعنی با سیتینگش و اینا ور رفته، خیلی فوتونش قشنگتر شده. پسر تشکر از آقا لیموتی. وای این تویی؟ وای فکر کردم تو رفتی. خدا لعنتت کنه. وای یه استیو دیدم داره رد میشه، سکته کردم. در رو تو باز کردی ایشالله دیگه، درسته؟ نه. خب اوکی، میگه که از این کراس استفاده کن تا باهاش فایت بدی. این از کراس های در واقع سنگی قوی تره، در واقع کراس چوبی. خب منم کراس میخوام. اوه ببین میبینی؟ من کراس ندارم. آقا اوکی یه چیز گنده دارم اونور میبینم، به نظرت چیه داستانش؟ مشتی بریم اونجا یه نگاه بندازیم قبل از ویله. کلیسا مشتی. آقا اونور رو نگاه. خب ببند. اوخ ببین 1 ثانیه با گوشم یه صدای پیس شنیدم. سرعت عمل و فقط حال کن. مشتی واسه بزن رو اینا تاثیر داری؟ اوکی قطعا رو اینا تاثیر نداره. آقا بیا بالا. من تو زودتر از من رفتی بالا. بیا یعنی بیا نه بابا. آره میکشمت به خدا که من میکشمت. بکشینش. اینو بکشین. این از خودشونه. چی داره؟ این از خودشونه. برو گم این از خودشونه. استاد من میخوام به گناهانم اعتراف کنم. خب بشین فرزندم، یه 2 دقیقه اونجا بشین، میخوایم مراسم رو شروع کنیم. به نام خدا. یه صلوات آقا ختم کن. یه صلوات ختم کن. اینجوری تنها سرنوشت توست که از روحت مراقبت میکنن جاهایی که سایه ها ویسپر میکنن یا زمزمه میکنن. ممکن است که نورها تو رو راهنمایی کنن تا در مسیر تاریکی قدم بذاری. اینجا هیچ راه فراری نداره. خاک بر سرت. تمر نزن خدا شاده. چرا من حس میکنم زیر اینا باید یه چیزی باشه؟ مشی پیداش کردم بابا. من سلطان تو هم دلغک. بیا پایین، نفر اول میرم. هرکی زودتر. حاجی اینجا الان واسه ما خرداغ نکردن البته. این چیه؟ آیرون کراس. اینا فکر کنم همون باید باشه. نه صدا میاد؟ وودنه فکر کنم. نه این وودنه حاجی. یه دونه وودنم داره. یه دونه ردستون به کار میاد. دلغک خودم بهت گفتم ردستون. 8 چوب مفتکی اخ جون. من که این صحنه رو کات میکنم. من هرگز زیر بار داشت بیماری چیزی داری احیانا؟ مرض داری؟ جدی مرض داری؟ داشت خوبی؟ مرضم شکست. آره درست. اگه تو حالا که اینطور شد دامبلم زندانی شد. وری خب من در رو تو میبندم. اعتراف کن پسر. یه دونه ساختم. اوکی. صداهای جالبی ازش نمیاد ولی یادش طبیعیه این موضوع به نظرت؟ آقا تو زندانی هستی برو ببینیم. با من در نمیزنم میام تو با لگد. داداش چی فکر کردی واسه من؟ آقا اینو واسه بچه‌ها نخوندی کتاب؟ راست میگی منطقی. راست میگی. واسه اینجا چی نوشته؟ هر کدوم داره یه سرنخ بهمون میده. 5 صفحه است. آقا بده چت جی پی تی اینو خلاصش کنه واسه. تا حالا شبیه به این رو ندیده بودم. اون تقریبا مثل نیمه شب بود. وقتی که صدای قدم‌هاشو شنیدم من اومدم بیرون و چشمم خورد به همسایه‌مون، ولی چشای اون تاریک بود و ترسناک و گاوش هم همینطور مثل خودش شده بود. در رو باز کرد و اون به من حمله کرد و ویلیجر
دستشو کرد تو اوکی داره خاطراتشو میگه فکر کنم. use it to fight IT. بابا فایت آیتی کیه مگه؟ تو شو مرض داری یه کرمه. گفت باش فایت بده. خب زدم به چیزی نشد. بابا با اون جونوره نه با من دور یارتم اینجا. خدا بگم چی کارت کنه میکشم دا دلغک زشت. این دیگه چیه با زورالو؟ آقا خوبه شب شد خوب. آقا کلیسا بزن. الو مطمئنم که منظورش این نبوده گذاشتن این ولی خب اوکی. کلی آیتم اینجاست. ظرف عسل لامصب. ظرف عسله؟ علی ساسپیشز استو توشه. به نظر چیز خوبیه توی خونه جن زده یه ساسپیشز استو بخوری؟ ساسپیشز استو دقیقاً چی هست اصلا؟ من خوردم ولی کور شدم. واقعاً؟ داداش روز یکی داره از در میاد تو فرار کن. ببین تو کتاب میدونی چی نوشته؟ میگه از زمانی که بیلی و زنش ناپدید شدن داخل اموس ماین اموس همینیه که به ما نامه مینویسه همش. بعد میگه حیوونا شروع کردن به رفتاری عجیب غریب. لیمو اینو ببین. چیه؟ این اینجا بود همیشه؟ نه من الان دارم عکسشو میزنم. داهه؟ خب سوپر ماریو شدم. خب و اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اینو نگاه اینو یه لحظه نگاه کن. گوگولی این چه زهر ماری الان دقیقاً عکس سگشو طرف گذاشت. اپلو میخورم. چه صدایی میده اصل خوردن؟ نگاه کن. اول فاز سوالی که آیا ممکنه عکس دیگه ای ما از اینو شب بخیر. خوکه ساس بودا. غیب شدن توی ماینای اموس. حیوونا رفتارهای عجیب غریبی داشتن و میدونم که وودن کراس چجوری ساخته میشه این حرفا ولی مطمئن نیستم که آیا میتونه کار کنه یا نه. ولی خب به هر حال برای این شیطان چی داری میخوری تو قلوب دقیقاً. اوکی آقا داره میگه کراسه رو بساز. کل گیم داره به اون میگه کراس رو بساز. داداش تخت خودتو برو وردار عمویی. تخت من نخواب. تخت خودتو وردار بیا. مگه ویلیجرم؟ بابا ما 10 جرأت شدیم. به خدا میگفتی تخت ندارم میخوشم. حاجی صدا در اومد. بابا به خودم بابا صدا در اومد. الو با توهمیه که صفت بخوام چی نیست. اون سگ سازنده رو ببین قشنگ معلومه کیوته. چرا داری به چی نگاه میکنی؟ ببین بابا داهه بذار چیزش کنم. شاید نه شاید چیز باشی. نه چه غلطی داری میکنی الان؟ نه وایسا تو الان کثیفی. پشت سر وای واقعا پشت سرت کردم. استفادهش کردم چطور دیگه نیست. فوتهل حاجی گفتم صدا راه رفتن صدا در میاد. بخواب یا میخوای نخوابم. ببین باورت نمیشه. این که بکشش. زدم صلیبمو از دست دادم. نه من زدم. وای داغون شد صلیبت. اوکی بیا اینو بگی. اینو علل حساب. اینو که خودم هم دارم. خب بس بده من اینو دیگه. آهنیه از دست. آهنیه رو نباید استفاده میکردی دیگه. الان آهن میخوایم و لپیس. یه لحظه گفتم یه چیزی پشت تا هیچ داره میخنده. منم باید میگفتم میشه گمشی من صدای چستو یه لحظه الان صدای چستو شنیدی تو؟ اون پایین یکی چست وا کرده الان شنیدی اینو؟ آقا یه لحظه خفه شو. من صلیبمو درست کنم. من ریدم به خودم. من که نمیترسم. نمیترسی؟ دیدی بترسم؟ آره من دیدم. بخواب تمومش کن آقا تمومش کن. بخواب فقط بریم از اینجا مشتی. نه خیر چرا بخوابیم؟ ما باید اینو بکشیم. بابا اسکل بگیر کپتو بذار آخه. من نمیفهمم جنگیری اومدم. میشه قبلش واسم یه شعر بخونی؟ حاجی من فرار میکنم به قرآن از این گیم. باشه الان میاد بالا صفحه من داره بگو تو رو خدا. لیمو امیدوارم که کپک بزنی فقط. آقا یه بار دیگه خدا لعنتت کنه. بچه بودی چند سالت بود؟ خدا لعنت به خدا الان اسپام میشه جلومون دوباره. بگی کپتو بذار فقط از این خونه بریم. جدی اسپام میشه؟ لعنت باشه. You know what
ببین به خدا من برم حمله آقا بیا منو بکش هر چی که هستی من باشه آقا نه من نمیدونم هر کی که هستی بیا منو بکش لطفا. این عموه خیلی به ما ظلم کرد دوبار من خودم بنابراین منم این کارو میکنم خودشو میسوزونم. داری لطف میکنی خونه کرس شده است واقعا. آقا ما چیزی که فهمیدیم اینه که باید بریم سراغ یه ویلیج. چرا دوباره رفتیم پایین؟ باید بریم سراغ یه ویلیج. اوکی برو پایین حالا نه دیگه تو انداختن نوبی. برو باید بریم سراغ ویلیج یه کراس پیدا کنیم بعد بریم توی ماین عمو همونی که اونو زنش ناپدید شدن رفتن اونجا غیب شدن. احتمالاً جوابای ما اونجاست. آره خب یه لحظه چرا وقتی همه رفتن و ناپدید شدن باید ما هم بریم و ناپدید بشیم؟ خداش اصلا چرا ما اصلا اومدیم توی این گیم اومدیم که داستانش رو حل کنیم دیگه. کریپر آقا فاینالی ویلیج مشتی برو کاپیتان جک اسپارو چهار تا صلیب بزن پاک بشه اینجا. برو آب مقدس دارم میکنم با این صلیب. آره بشورش. خودش تا حالا نیومده بچه اگه توجه کرده باشین فقط چیزش اومده. اون سیاه چی بود دلقک؟ نه خب اون سیاهه که اصل کارین واسه آقا باشد که آقای ویلیج باشد که از لوس دو تا صلیب میزنن. نون خشک حرف نون خشک گذد مشتی. اینو ببین نون خشکای مطهر کارو ببین. نون خشک مطهر نخورده بودم تا علی این شنه شبیه کلیسا نیست از اینجا؟ صلیب شبیه کلیسا یا نه صلیب منظورم صلیبه. حساب کنم به پدر مقدس نیاز داری باشد که عیسی مسیح تو را از شر موجودات بد حاجی این بچه رو بیا غسل بدیم. کو بیا غسلش بدیم. بیا بندازش تو. بخون روش بخون. باشد که عیسی مسیح تو را از شر بدیها در امان نگه داره. بچه مردم ماما بابا چه چیزی گرفته؟ آیرینگاله ما مفتی. Do not open this chest. این چست رو باز نکن. باشه وقتی اینو روش نوشتی ما هم حتما من بازش میکنم. من بازش کردم. اوکی کراس کامپس گرفتیم ما. الو فایند ایت علی صدای اومد به اضافه ویلیجرز بوک کتاب ویلیجر. این کتاب چیه؟ اموس بوک. کتاب جدید گرفتیم. صدای توه؟ خاکی برسه. بده منم ببینم. واسه ویلیجراست و این حرفا این ساخته شده که تا از ما و خانواده های ما مراقبت بکنه. اوکی فهمیدم. میگه تاریکی هیچ وقت توش خوبی نیست و همیشه توش مشکلاتی وجود داره. اینو باید ببین نمیدونم کدومو الان من باید اینو وردارم. آره آقا اینم ورداشتم. الان همه چی داره ما رو هدایت میکنه به سمت اون ماینای عمو. باید بریم تو غار. ماینای عمو ماین بودیم دایی جان. ماینای عمو رو باید پیدا کنیم مشتی. الان همه چی داره ما رو ماینای عمه رو نداره فقط عمو. خوبه مشتی. خدای من دارم دیوونه میشم میخوام بگیرم لیمو. کجایی علی؟ کور نابینا کجایی؟ خب من نمیبینم. کور نابینا من پشتت. ببخشید خدای دارم سکته میکنم از دستش. آقا ببین الان ما مأموریت آخرمونه بچه‌ها. اگه تو الان لایکو نزدید حتما این کارو انجام بدید چون ما قراره بشورمت. پاکم که شدیم. ای بچه که پاکش کردیم پیش باباش رفته و خوشحال از زندگی. یه لحظه باباش هنوز کثیفه. باشد که عیسی مسیح ترمز دست. آقا این گرون فروشه. عیسی مسیح به اینا کمک نمیکنه. بخشش لازم نیست. ادامش کنید. این میشن آخر ماست. رفتن توی کیو پیدا کردن و تلاش برای نابود کردن بزرگترین ترس من و بزرگترین عموی دنیا. بزرگترین جامپ اسکر کن تو کل ماینکرافت تاریخ. ما که ندیدیم. آقا اینم لوت کنیم. خب دارم میافتم. نه سوزی هم شد و یادم گرامی. آب نایس. الو داره نه تو چرا اسم میگم داری نماز میخونه اون بالا؟ اعوذ بالله. الان اون داره نماز میخونه ما رو دور کنه در واقع. حاج بذار این دفعه من بزنمش. هی تو دورش از ما به نام جیزز میزز جیزز و اینا بلاک بزن برو بالا. نصف جون چیزم رفت. فقط یه نصف دیگه میتونم ازش استفاده کنم. نه داداش اینو غذاه عمو جون.
آب چیه تا ذره حیفه. آخرش حیف داداش این مسیر رو واسه ما گل و چراغونی کردنش به نظرت داریم به قتلگاهمون میریم نظرت چیه؟ من میگم خب علی بودم تو خونه برو گم شد What the hell؟ این چیه؟ داره تو اینونتوری اوه حاجی این کامپسه دیگه هرچی نزدیکتر باشه یعنی ما به اون موجود نزدیکتریم میدونی الان داره چی میگه؟ کجایی؟ داره میگه سیگه دو قطع آموده درو خودم تو کلمه بلد اینا چیه؟ ملون حیفست اسم گذاشت حیفست داداش جمع کن حیفست داره ما رو به قتلگاهمون میرسونه ما داریم مثلا اینا رو جمع میکنیم حیفست یه سری یعنی طرف انصافا ما رو ببینه میگه بابا اینا گناه دارن خداییش بیخیالش چی نمیشه ویت نه بابا چرا منو داریم اسکلتون من نزنم بابا اسکلتون ببین ما این همه راه اومدیم که به این لحظه برسیم حاج اینو هل دوباره یه لحظه واسا دقیقاً این عکس وسط ویلیجر بکن نگاه کن خودشه حاجی همونی که می‌خواستیم دقیقاً این چسته چیه او کتاب بومیر من فقط اسپم میکنم اینو من میترسم ببین جدی هوامو داشته باش کلمولا رو هم مشی بکن حیفست داداش کلمول حیفست برو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم این باتن چیه این دکمه چیه اللهم صلی خدای کمک کن بسم الله الرحمن الرحیم البته این که مسیحیان همه و ما داریم اینجا قرآن نه داداش ما اسلامو میگیم داداش ما اسلامو داریم میگیم که یا ابوالفضل کتاب وای صداها رو ببین 2 آهن حیفست داداش اینا رو بردار حیفست اوی 7 صفحه است حاجی یا حضرت عباس بعد از آن زمانی که چوب و آهن با هم دیگه یکی خندید بسم الله الرحمن الرحیم حاجی به اسکولیت ما داره میخنده به خدا میگه اون مولا آهنه این صدا اینه وای اینو کوفتش کن لعنتی هر دفعه میخوای سکشته بدیم حاجی بازی ادامه داره داداش این تو رو ببین هلو بزن اسپم میکنم این داره زیاد تورچ خودش روشن شد با من زدم مشی اسپم بده تورچ هم دستت باشه وای گتین کلوزر یه پایین صفحه من نوشت گتین کلوزر داری نزدیک میشی صدای خنده های شیطانی میاد و این داره دیوونه وار میلرز داداش کلا رو جمع نمی کنی؟ از رد نشدیم مگه ما خب الان به یه مسیر رسیدیم در نهایت نه آره اموز گریت پلیجر ترپ بزرگترین ترپ های امو آبو بریز خیلی نزدیک شدی پایین صفحه داره واسم مینویسه خیلی نزدیکیم بیا بکنش خیلی نزدیکی خب آقا اینا ترپه آقا اینا ترپه دیگه حواست آخ من ندیدم میشینو لعنت چی نوشته بسم الله الرحمن اما گر پلیجر برو ببین چه خبره یعنی یه ویلیجر اینجاست جونم یه دونه است یعنی لعنت به تو ببین به خدا الان ویدیوه اگر یه فوشی بهت میدادم به خدا آقا واسم تست کنه ویلیجر بیازاره نه ویلیجر ظاهرا بیازاره یه لحظه واسه من غذایی بخورم دارم میمیرم الان عکس سگ داداش اینجا پله است را پله است به نام حضرت جیزس اومدیم اینا ببین داشته باشش بذار من غذا بخورم فکر کنم حاجی الان اینجا باید یه مراسمی برگزار کنیم احتمال زیاد که عمویی پاشه بیاد وودن کراس آقا دیسکو ببین عمو این تو چی داریم کراس کامپس دوباره کراس کامپس گرفتم شت یا آهنگ داره بدی پخش میشه آهنگو انداختی لیمو نه ببین واسا ببین نما کن من اینو گرفتم دیگه آهنگو بندازیم خودش آهنگ توش بود اوکی الان میاد گم شو ببینم خب صلیب بگیر دسته صف خیلی راه پله رو ببندم یه راه فرارمونه یقینا دیگه نگاه از همون راه پله الان بیاد بالا سرمون من نماد عیسی رو بزنم زمین داشت اینجور دیگه شرف نمیکنه بیاد جرئت نداره بیاد دیگه فکر کنم من این هانی هم بخورم دیگه من اینو کندم اوکی
حیف باید است. این ویلیجره رو بکشیم مثلا با حاجی عنوان قربونی. الان این چرا کنده نمیشه؟ علی بیا یه کاری کنیم جدی فقط یه راه داره ها جدی بگو. اینجا وایسا روی این بلاکه وایسا بگو. جدی وایسا ها اون اینجاست واسه نگهش داشتم خاک بر سر آدم فروشت کن. منو ول کن What the hell؟ آقا علی 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 You will regret that. پشیمون خواهی شد. ما آزادش کردیم تازه داداش. ما آزاد کردیم طرفو الان. واسه همین بود کنده نمیشد. خب طرف عزیز مهربونم من علی دامبل اینجا واسه غلط کاپت میکنم غلط کردی. گم شو دلغک زشته واسه نه. نمیدم گم شو بابا اینو نگاه کن خدایی جون میده واسه بیس ساختن. واو تو شدر داری که صفت خود چه ربطی داره؟ چه من ربطی ندارم. آخه نازی ابی ندارم اشتی همینجوریش هم قشنگه دیگه. واسه اینم الان ما بچه‌ها خیالمون زبونم گرفت. الان ما خیالمون راحته چون اونو شکست دادیم و اینکه نوشته اون میاد دنبال تو آزادش کردی اینا الکی پلکیه. آره ما میایم اینجا یه خونه قشنگی میسازیم دایمندی هم میکنیم خودمونو هیچ کی ما کاری نداره ولی جدی عجب اسپانیه ها. بچه این سید بازیه ها اونایی که میخوان سیدو میگی یه چک بزنم پرت غلطی کردی. ببین نظرت چیه که یه دونه دیوار بکشیم وسط اینجا یه پلتفرم بسازیم اون ستون وسطیه. بله استاد وای علی کلوش کردم وحد شاد میشه خودتون رو بزنین شما 2 دقیقه دوستان. لیمو این اینجاست. لیمو این اینجاست. او What؟ این اینجاست که What the hell. بذار من الان صلیب دارم. کجایی حاجی همینجا نورانی کردم. اینا علی بوده علی زنده است حاجی زنده است. ببین میخوام تو رو یه هاوس تور زیبا و ملنگی ببرم و شاید بپرسی که مثلا من چه کاری کردم تو این مدت من هیچی به دست نیاوردم. اوکی ببین اینجا که یا الفاس بخواست واقعا منو ترور کنه دیمو واقعا اینو ساختی یا ابوالفضل عجب خونه. آره استا ما خونمون پول داره جامون سیفه آشپزخونه اینجاست پذیرایی اتاق خواب ببند بابا آره علی اینجاست علی آدم سیاه تهه کو الو اینه غیب شد رفت پایین. علی علی دارم من میبینم این اوه هل نو حاجی چشم گذاشته. الو تو دمش مار ما قایم شیم جدی من خب برم قایم شم خدا بزنش بیا یه لحظه با هم دیگه ببینیمش چیکار میتونی بکنی مثلا تو دلغک این انومالی چیزیه.